84 کودکی از ایراق آورده شده تاجیک بعد حدوداً 3 ماهی نگهداری در آسایشگاه خرنگان این موضع را ترک کردند. 44 نفرشون تا سن 5 سالگی با اختیار خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه 33 کودکی که سن تا مکتبی هستند، یعنی از 7 ساله بالا و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات همگانی دارند، با اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند. در میان 84 نفری از ایراق آورده شده 2 نفر فرزند داشتند. این افراد که سنشان به 18 نزدیک بوده است به وزارت مهنت و مهاجرت برای کسب آموزی انتقال شدند. اما یگان نفر از این کودکان و نورسان تا حال به خویش و نزدیکانشان سپرده نشدند. خانواده های آنها هم در تاجیکستان تمام این مدت منتظرند که کودکان به آنها داده می شوند. آنهایی که حاضر در خانه کودکان هستند در اساس به ترتیب در آوردن اجرت‌هاشان، مشخص ساختن شخصیت، آنها آهسته آهسته زینه به زینه با پیشنهاد تکلیف و درخواست‌های خویش تبار و نزدیکان و پیوندانشان کودکان زینه به زینه با خویش تبار برگردانده میشد. مقامات تاجیک شب 30 اپریل سال جاری 84 فرزند جنگیان عضوی گروه تندروی دولت اسلامی را از بغداد به دوشنبه آورد. مادران بسیاری از آنها برای همزیستی با اعضای گروه تندروی دولت اسلامی زندانی گردیدند. نزدیکان برخی از این کودکان میگویند میدانند که آنها را از خرنگان بیرون آوردند، اما برایشان دقیق نگفتند که کی این اطفال را به اویله‌ها میدهند. وزیر کارهای داخلی هم 2 روز پیش گفته بود برای مطابق شدن این کودکان با جامعه و حیات سالم برنامه مخصوص دولتی راه اندازی می شود. شخصانی که در دعوت‌های جنگ زده خود بودند، کلان شدند یا اشتراک کردند، عموما مفکوره آنها خیلی دشوار و با مفکوره‌های گوناگونی منو رویه‌های افراطی خیلی پرگشته است، پررسیدگی است. و ما تمام چهره را دیدیم که آنها با جامعه مطابق ساختن خیلی چهره دیدن نکرد. انتقال کودکان و نورسانی از ایراق آورده شده به مکتب اینترنت و خانه‌های کودکان در حالی است که برخی از نزدیکان این اطفال 2 ماه باز انتظار قبول آخرینشان از فرزندان خود هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به تاجیکستان توصیه داده بود که برای هر چه زودتر مطابق شدن کودکان با محیط آسایشته باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند.